بچه ها سلام. میگم داشتم میخوابیدم الان، بعد داشتم فکر میکردم الان ساعت 4 بعد از ظهره. گفتم خدایا تو چرا به من همش حال میدی؟ گفتم الان من 10-11 سال دست به هر چی میزنم راحت جلو میره، خدا رو شکر. بعد تو دلم خدا گفت آیسان من حال 5 تا آدم رو همزمان جمع میکنم میدم به تو. بعد سکوت کردم، گفتم خب که چی؟ گفتم آیسان این داره این کار میکنه، ببینه تو این حق این 5 نفر رو به تو داده، ببینه تو جمع میکنی ببری تو گور یا که نه حق این 5 نفر رو بهشون میدی. خدا با آدم بازی میکنه دیگه، فهمیدی؟ اگه میبینی یه موقعی خیلی داره بهت میده، فکر نکن خیلی تو رو دوست داره. بنده های دور و برت هم دوست داره، باید حواست بهش باشه. اگه نه مگه معده تو چقدر دیه برادر جان؟ من خوابیدم بوم.